و وقتی که انسان کمک علم گوش کند یا کمک علم خواند و ملال آید، بعد باز به تماشای دیگر چیزها گذرد، باز به دیگر چیزها گذرد، تعلیم علم یک چیز ماند، این دلالت میکند که این بنده یگان گناهی کرده است که الله تعالی وی را از علم محروم کرده ایستاده است. و ببینید سفیان ثوری میگن که اذنبت ذنبا فحرمت قیام اللیل 6 اشهر. من یک گناه کردم و 6 ماه از قیام اللیل محروم شدم. 6 ماه نتونستم نماز تهجد خوانده. میخیزم گفتن نیت میکنید نمیتونید خسته. هر روزی که نتونستید شما از این قدر کنز و از این قدر نعمت عظیم محروم شدید. این دلالت میکند که یگان گناه کردید که الله تعالی شما را از این دور کرد. از قیام اللیل دیده علم بهتر است. تعلیم علم، تعلیم گرفتن علم، آموختن علم، نشستن به مجلس علم بزرگترین عبادت است. اگر از درس ماندید، از درس محروم شدید، این مصیبتی در دین است. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرده میگفتن که پروردگارا مصیبتی ما را در دین ما نگردان. این دلالت میکند که از مصیبت راهی خلاصی نیست. مصیبت خواهید نخواهید میبیاد. نگفتن که مطلقا به من مصیبت نته، نگفتن، بلکه اشد الناس بلاء الانبیاء، بزرگترین مردم از روی مصیبت و بلا این پیغمبرها هست. گفتن و قدر دینش انسان به مصیبت گرفتار میشه. لیکن گفتن که لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبتی ما رو در دین ما نگردان. نماز قضا کردید این مصیبتی در دین است، گناه کردید این مصیبتی در دین است.